سلام. 3 2 1 بسم الله. خب راجع به چی حرف بزنیم؟ من علاقه‌مند به هنر نشدم. اصلا نمیدونستم هنر چیه، چون تو خونه ما راجع به تقریبا همه چیز صحبت میشد غیر از هنر. من فقط یه دفعه خیلی مثل حالا کوچک سنی بودم، با مادرم رفتیم یک مراسم شادی‌آوری بود در همسایگی ما. خونه مثلا شاید یکی از خوانین بود، حیاط بزرگی داشتن. بعد اونجا یادمه که یک نمایش گسترده‌ای بدون صحنه، یعنی بازیگرا راه میرفتن، یک نمایش تلویحاً شادی‌آور مذهبی بود. بعد من یک خانم مسنی رو که از بستگان مادرم بود رو میدیدم که یه دفتری دستشه و چیز میکنه، با آب دهنش ورق میزنه، نقش پزشک رو بازی میکنه. من اول از اون که فکر میکردم این کارش درست نیست، دو دیگر این که چنان غافلگیر شدم در کودکی، برام شگفتی آور بود این نمایش. نمیدونستم چیه، فقط این وقتی شادی آدمایی که اونجا بودن، آدمیان رو میدیدم و اینکه یه نفر که توی یک کسی غیر از خودشه، یه نقش دیگه و رنگیه، اونجا دیگه پاگیر شدم. فکر کردم جهان من جهان خارخار و کنجکاوی توی این پدیده است که نمیدونم چیه. بعد من همیشه به این فکر میکردم، به این، و بعد دیگه تا رفتم مدرسه و بعد هر سال یه روزی 4 آبان بود، روز تولد شاه، که چیز درست میکردن تو مدرسه، نمایش و اینا دیگه. من اونجا، البته پدرم اجازه نمیدادن، پدرم خیلی سختگیری میکردن. فکر میکنم یه ریزه با شاه مخالف بودن، شاید یه ریزه بیشتر از یه ریزه، و بنابراین اون موقع نمیذاشتم ما تو این مراسم بریم. اما من دلم اونجا بود و تا فکر میکنم دوره دبیرستان که دیگه من رفتم توی کلوپ تئاتر، نمایش مدرسه و اینها، و دیگه افتتاح شد. یه جوری دستم تو تشت بود تا الان. فکر میکنم زیبایی رو باید در اثر معاشرت و زلف گره زدن با کسانی که جهان رو زیبا میبینن تحصیل کرد. من نگاه کردم به تئاتر و یاد گرفتم و بعد رفتم نمایشنامه چیزا. من نظامی گنجوی رو خیلی دوست دارم، اصلا یه سالایی هم نظامی درس میدادم. من معمولا وقتی درس میدادم ادبیات دراماتیک، نیست که دانشجوها جوونن، همه اهل عشقن و سرشون میجنبه و اینا. معمولا بهار که میشد، زمستون به بچه‌ها میگفتم خودتون انتخاب، یه متن جدی مثلا تاریخ مسعودی، تاریخ بیهقی، حسنک، اینا رو انتخاب میکردیم که دراماتایز بکنیم. بهار که میشد میدونستم اونا چی میخوان، بنابراین من یه متن عاشقانه، یه لیلی و مجنونی، خسرو و شیرین، و همه گوش میشدن. از رشته های دیگه هم میومدن. خیلی جوونا دوست دارن مثلا راجب این چیزا، راجب اون شکر اصفهانی، اون بلایی بوده. خسرو پرویز شاه بزرگ ساسانی رو گرفتار خودش کرده بوده، بعد هر شب یکی رو شکل خودش درست میکرده میفرستاده تو حرم و هرگز پا نداده به، خب به نظرم سیده مستان بوده شکر. اصلا خود نظامی ما خودش اهل عشقه، خودش یه به نظرم 15-16% داره، شاید هم میخوردی بیشتر، 17-18% نظامی گنجوی داره. اصلا همه اینا بارقه عشقیه که به اون آفاق قبچاقی یا قبچاقی داشته، خب، و پسر نازنینش محمد عزیز.
و این دلبری‌ها رو برای اونا میکرد. یعنی این شیرین ارمنی و اون شکر اصفهانی و اینا همه صورت مثالی آفاق معشوق واقعی خودش بوده. من رفتم نظامی گنجوی رو، خسرو شیرین رو به شکل لیریک، دیالوگا، کنسپسیون رو، فهمی که از چیز داشتم، کانسپت خود نظامی داشتم میگرفتم، تبدیل به کنسپسیون میکردم و دیالوگا رو از شعر خود نظامی استفاده. البته یه فضولی‌ها، یه سر سوزن فضولی میکردم، یه چکه دخالت میکردم. مثلا یه مناظره‌ای داره وقتی که خسرو عاشق شیرین با یه عاشق دیگه آقای مهندس فرهاد با هم میبینن تو کاخ، او میگه که بگفت از کجایی، بگفت از دور ملک آشناوی، بگفت اونجا در چه کوشند خرندند و جان. من اینا رو دیالوگی کردم، بگو نخستین، بگو نه از این حرفا. حالا من شعر یادم نمیمونه، بلد نیستم. از این کارا کردم. خب و اون فرهادم حیرت انگیزه. جرم نظامی اینه که تو جهان سوم بوده، وگرنه به روی تختی به نظر من دستی اینقدر کمتر از شکسپیر نیست. ما وقتی تو بیابونیم نه رؤیای گلها رو داریم، سبزی رو داریم، نه درباره‌اش حرف میزنیم. این که شما میگین که اسمی از بهمن فرسی نیست، برای اینکه شاید من توی بیابون لمیزرع خوش رویاهام اونجاست. اگر من در گلستان بودم، اگر تو گلخونه بودم، تو باغ بودم، حتما یاد بهمن فرسی میکردم، چون بهمن فرسی تمام واژگانش سبزن، دنده هر سینش یه شکوفه‌ای میده. فرسی دیالوگاش بو میده، عطر داره، مثل شیشه عطر شکسته، مثل یه چیز خوبی شاید الان به ذهنم برسه بگم، مثل این چیز پیچک امین‌الدوله دیدین؟ یاس امین‌الدوله همینجوری راه میگیره رو دیوار میره. روی نمایشنامه‌های بهمن فرسی عزیزمون هم این پیچک، این یاس رونده است همینجوری. یعنی شما دائم که نمایشنامه فرسی رو اگر میخونین، دائم گفت از در دکان عطاری رد شدم و گفت واقعا دائم باید این شمیمش آدمی رو مست میکنه. و بدا به حال من که در قحطی سبزی، در قحطی گلستانم و با یک ذهن خاکی، با یک ذهن بیابانی، بهمن فرسی رو فراموش کردم. از کودکی برونشیت داشتم و دائما آمپول میزدم. واسه همینه که من از دکتر و آمپول بازی میترسم و چیزم. دائما قرصای ریز گرانی پدرم میگرفتن، کورتون، من دائم کورتون میخوردم. هر روز یا آقای محترم با سیبیل چیز میومد، آمپولای گنده و داستان و الکل چیز مثل حالا نبود که دیگه از ملیم باشه و از طرف نرم زندگی دست به. اون موقع خیلی خشن بود آمپولا اینا، به من وحشت داشتم. بنابراین من شب تا صبح بیدار بودم، واقعا تا بگاه تا سفیده چیز بودم، بیدار بودم. فکر میکنم از اونجا من آلوده شب شدم، یعنی با شب زلف گره زدم. بعدها که پای استدلال به میون اومد، فکر کردم بالاخره باید که من دفاع بکنم استدلالی از اینکه نانآور شبم. یکی از علاقه های من به کاری که میکنم اینه که صبح نباید زود از خواب بیدار بشم و بیشتر کار ما شباهنگامه، غیر از وقتایی که فیلم برداری داشته باشم. بعد فکر کردم که انسان موجودی است که تقریبا، حالا با کم و زیادش، 98% اندامش از مایعات تشکیل شده
و طبیعتاً هم باید تابع قوانین ثابت مایعات باشه، مثل جذر و مد. آدمی رودخونه است، آدمی دریاست. بنابراین بعضیا انرژی از خورشید میگیرن، روز قابل استفادهن، روز هر کاری رو بهتر انجام میدن. بعضیا از شب از ماه انرژی میگیرن، شبا هنگام قابل استفادهن. من مثلا شبها دستم تو تشت شب بهتر ترانه میگم، بهتر چیز مینویسم. اگر مطالعه میکنم شب عمیق‌تر فهم میکنم، میفهمم. اغلب کارامو شب میکنم. شب برای همه کارا خوبه. روز خیلی بدم، من خیلی آدم بیرون و اوریان و اینا نیستم. اصلا از اینکه همه جا نور باشه و دیده بشه و اینا یکم هم یک شرم گلبهی مادرزادی تو وجودم هست، خجالتی هستم از اینکه مثلا همه منو ببینن. در اصل من ناناور اصلا اهل روز نیستم زیاد. به همین خاطر روزهای بارونی رو دوست دارم، هرچی ابری و تنگ و تاریک و تیره و کوچه های تنگ رو دوست دارم. جایی که نه، کوچه تنگ خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. الان هر چی فکر میکنم میبینم خیلی کوچه تنگ خوبه. این بزرگ راه ها منو خفه میکنن. بعد خلاصه آره من شب قابل استفادهم. البته عرض کردم خدمتتون گاه مجبور شدم که روز هم کار بکنم. مثلا یادم میاد این سمت خدا رو که می ساختیم همین نزدیکی چند سال پیش مجبور بودم یه ترانه بگم و ساعت 6 صبح من ترانه رو گفتم. خیلی کار عجیبیه. یه دفعه داشتم فیلم مونتاژ میکردم، یه فیلمش از 16 میلیمتری. همین که پای میز بودم صداها رو ریوایند میکردم، پس و پیش میکردم، احساس کردم که ما اگر واژه‌ای اسمی رو عوض بکنیم اصلا به طور کلی جهان اون قصه به هم میریزه. میدونین چی میخوام بگم؟ اگر من به شما به جای این که بگم ازت متنفرم، فقط همین یه متنفرم و بگم دوستت دارم، جهان ما دیگرگون میشه. نمایش اسکی روی آتش مبتنی بر این درون مایه بود. البته یه جاهایی بین منتقدین ما یا بد فهمیده شد یا کم فهمیده شد یا هر چی. من نقدای خوبی از بیگانه گرفتم شوربختانه، ولی خب نفسم از جای هنوزم من مدافع نمایشنامه اسکی روی آتش هستم که 30 و چند سال پیش در شیراز اجرا شد. بله همین کتاب زبان، این آقای نفیسی اگر بگم از چیزای زبانشناسان بزرگ امروز جهان مثلا آقای نوام چامسکی و دیگران، مثلا خیلی حالا اسم زیاده، اگر بگم خیلی دانشی‌تر این هموطن من به زبان نگاه کرده، اغراق نکردم. اصلا اگر زبان نباشه رویایی وجود نداره. اساس پایه رویاهای ما بر ارتباط ما بر واژگانه. اگر این اسامی که ما گذاشتیم، حالا این خیلی بحث مفصلیه، اما بله من همیشه زبان وسیله دستم بوده، وسیله کارم بوده و یکی به طور کلی زبان خیلی برام محترم و مهمه. سوای اون زبان قندریز پارسی برام خیلی دلبرانه و گرامی و ارجمنده. بنابراین من دائما دستم تو تشته، دائما دنبال این هستم که واژگان داخلی رو به یه تمهیدی از زبان مادریمون حذف بکنم. گاهی هم حالا خیلی دنبال اون زبان مغلق و پیچیده آرکائیک نیستم. واقعا توی کارهای ناقابل من شما زبان آرکائیکی نمیبینین، اما دنبال واژگان مفقود شده‌ای هستم که هموطنام هم بعد از 1-2 بار استفاده فکر می‌کنم باش زلف گره بزنن
و با ذائقه برای ذائقه‌شون مطبوع باشه. تا سال 69 بود، تمام سال از خونه بیرون بودم، 4-5-6 تا فیلم بازی کردم. بعد دیدم که من دارم میشم رقیب خدا بیامرز آقای بیکمانوردی، بنابراین دیگه گفتم از حالا به بعد عفت خودم رو نگه میدارم، دیگه فیلم بازی نمی کنم. باز 4-5 تا فیلم بازی کردم، حالا یا نقش چیز یا مثلا به عنوان هنرپیشه میهمان مثل کارهای آقای افخمی عزیز، شوکرانینا، اقربینا، ولی دیگه از یک جایی دیگه نکردم و تعدادی فیلمایی که کار نکردم خیلی زیاده، یعنی چندین برابر فیلمایی که کار کردم. و نمیدونم چجوریه که دوستان وقتی یه نفر یه کاری رو نمیکنه بیشتر بهش مایل میشن، مثل دختر، مثل معشوقی که جواب نمیده آدمی حریص‌تر میشه. هرچی ما میگیم نه، سریال میارن، سریال ماه رمضون، هم فیلم روشنفکری، فیلم بفروش، فیلم نمیم چه و چه. در اصل من الان سال هاست که فتحمو نگه داشتم و دیگه فیلم بازی نمی کنم. ببینین من گلابی رو خیلی دوست دارم، نه اینکه بخورمش، اینو به روی تختی جدی میگم، نه اینکه بخورمش. البته گلابی رو دوست دارم بخورمش، چون هرچی آدم میخوره به نظرم خیلی دوستش داره که میخوره. اگه عشقی بین من و گلابی نباشه که اصلا نمیخورمش، دوستش دارم که میخورمش، هر چی رو میخورم دوست دارم. اما من بیشتر گلابی رو خیلی شکلی دوست دارم، به نظرم خیلی قشنگه، خیلی خوشگله گلابی. یعنی این شکل گلابی خیلی وقار داره، خیلی قلمبس اون پایینش، اون بالاش اینجوریه، رنگ قابل احترامی داره، یک رنگ ترکیبی. یا سیب رو، و خیلی دوست دارم با سیب، با پرتقال، لیمو شیرین، گلابی معاشرت داشته باشم. توی اون روستایی که یک جای کوچیکی دارم، اونجا از اینا دوستان زیادی دارم که به اسم میشناسمشون. من میگم ما هممون باید سیب باشیم، باید همونجور که سیبا میرسن ما برسیم. این همه عجله برای چیه؟ من به نظرم آبادی نیاز به زمان داره، به طمأنینه داره، فقط خرابیه که به شکل بیرحمانه‌ای به زمان نیاز نداره. شما نگاه کنید زلزله یک آن میاد ویران میکنه و الهی به امید تو، یا رعد و برق یک آن میاد، رگبار یک آن میاد، خب مثل مرگ. اما زندگی یک چیز بطعیه. سیبا آروم آروم میرسن، مثل عشق. تو باید آروم آروم به معشوقت برسی. اگر معشوقت حالا اعتقاد داشت آسمانی باشه، محبوبت اون بالا باشه مثلا، اونم باید اینقدر هی روز 3 دفعه بگی چاکرم، بگی تو بزرگی فلان، تا بالاخره یه زلفی باش گره بزنی. اگه معشوقت زمینی هم هست، مادی هم هست، که هیچ اشکالی هم نداره. اینا همه صورت‌های مختلفی از هم هستن به نظر من. چهره وحدت در آینه کثرت. اونم چیزه، اونم باید اول از دور نگاش کنی، مثل سینما مونه، چند تا یه لانگ شات، بعد یکم میای یه میدیوم، یکم میای کلوزآپ، یکم میای اینسرت. خب کار داره به معشوق برسی، باید بری. یک چیزی بگم که خیلی ویار دارم اینو بگم. یه روزی بعد از انقلاب بود، من اومده بودم، یه روز بهمن مفید، آقای بهمن مفید هنرپیشه متعین و معروف اومد به من گفت که آقای رحمانی کارگردانی بودن که مثل آقای سلطانپور فکر میکرد و اینا، گفته به سالعلا بگو اگه برای مردم میخوای کاری بکنی پاش بیا لاله‌زار، تو لاله‌زاری که نوشین اینا کار میکردن کار بکنیم. خلاص رفتیم اونجا، یه نمایشی بود، آقای خانم تاییدی و آقای بهنژاد و آقای مرتضی عقیلی بازی میکردن و ما دیدیم و رفتیم پشت صحنه. بعدش
بهمن مفید به من گفتش که محمد بیا بریم تو اون خیابون بیا بریم، حالا اسمش نمیدونم چیز، دکتر فاطمی، بیا بریم اونجا، من یه کاری دارم با یه نفر، یه دقیقه بعد بریم مثلا بریم. گفتم باشه. وقتی رفتیم اون در رو زد و اینا، گفتش که این صاحب خونه نمیشناسیش، خیلی دلش میخواد تو رو ببینه، میگه که یه لحظه به سال علا بگو بیاد تو. من گفتم چطور تو کیه، تو نمیشناسیش، باش کار داری، من نمیشناسم فلان. رفتیم تو، از این در که وارد شدیم دیدم پشت در بیژن جون قایم شده، بیژن مفیده. یک شب بی سحر داشتیم، یک شبی که هرچی هلش میدادیم جلو نمیرفت، با خانومش آقای گرگین بود و بعد قرار بود بیان منزل ما. زنگ زد که آقای گرگین دستشون سوخته، نگو همون روزش میرفتن خارج و خیلی کم، شاید یک ماه بعدش خواهرش به من زنگ زد که بیژن در غربت فوت کرد. من همچنان بیژن مفید همیشه تو سینم یه چیزی میسوزه واقعا، بس که بیژن مفید با معرفت بود، بس که انسان بود و چه حق بزرگی به گردن تئاتر سرزمین ما داره و موسیقی ما داره. راجب چی گفتین؟ راجب بیژن مفید چیش بگم؟ چیش فرمودین؟ بیژن مفید خوبه، خیلی خوبه، صدای دلبرانه و دلکش، حالی به آدم میده. لحظه 120 قسمت تئاتر بود، هر کدوم اونا، چون من تئاتری بودم، تئاتر بود، یه موضوع جدی بود، بله، ولی با جان آدمی سر و کار داشت. قیاس مع الفارقه. شما ببینید 1000 دفعه حملت رو دیدین، روسا کار کردن دیدین، خود انگلیسا کار کردن دیدین، آمریکایی‌ها کار کردن دیدین، خودتون خوندین، تئاترش رو دیدین، رو صحنه دیدین، ولی بازم میرین میبینین. از دوره الیزابتن تا حالا ببینین که چند صد سال میگذره، بازم در آینده من نیستم و میرن شکسپیر هملت میبینن. خب برای اینکه با جان آدمی سر و کار داره. من فهم میکنم لحظه یکی از بارقه های جذابیتش این بود که به شدت هستی شناسانه، تئاتریکال و با جان آدمی زلف گره میزد. فکر میکنم این ویژگی لحظه بود و به نظرم زود بود، یا خیلی هم منظر شکلی هم محتوایی، خیلی کارهای عجیب و غریب ما اون تو میکردیم و البته جونم داشتم دیگه، من همه کاراشو خودم میکردم. مثلا 120 قسمت رو توی 1 ماه 2 ماه نوشتم، در بستم نوشتم و 2 تا رساله بود و آره با پول اونم همه زندگی من درست شد. یعنی به من بابت کارگردانی، تهیه و طراحیش مطابق قوانین تلویزیون پول نمیدادن، چون من مستخدم کارگردان رسمی تلویزیون بودم، اما فقط بابت نوشتن اون مجموعه 120,000 تومان، اون تکست 1000 تومان به من دادن که مهدی دادگوی عزیزمون اون موقع مدیر مالی بود شبکه 2، یه روز من نهار دعوت کرد، پولا رو گذاشت تو بشقاب و من تا اون روز تو زندگیم این همه پول دوره هم مال من باشه، پول زیاد دیدم ولی این همه پول مال من ندیده بودم. به همین خاطر رفتم یک وامی به من تلویزیون داد که یک خانه‌ای خریدم و ماشین خوشگلی خریدم، با همه این پولا زندگی خریدم، جدا شدم از خانواده‌ام، مادرم، و بعدن که برگشتم این سالا، سال 57-58 اون خونه رو رهن دادم و با اون تونستم زندگیمو بسازم، چون بعد از انقلاب دیگه من تلویزیون نرفتم و خیلی بی پول بودم، بنابراین اون خونه رو به یه آقای رهن گرفت، یه آقای محترمی که گیتار میزد و پولشو من دادم، یک تقریبا کافه تئاتر رو درست کردم و اینا. اون بین 10 تا 15-20 دقیقه، شاید هم بیشترم گاهی میشد. مرحوم فرخزادم تو اون بازی میکرد و خیلی های دیگه. من به خاطر اینکه چیز نشه گفتم آه.
مثل زخمی که روش دست بکشی، یاد اون لحظه و داستانا میافتم، همه چیز. خب میگذره، خوبیش اینه میگذره. بله، من خیلی خانواده کوچیکی دارم، خیلی خانواده کوچیکی دارم. خیلی خانواده‌ام تنها بودن، یعنی ما خانواده بزرگی نبودیم، یا حداقل وقتی من به دنیا اومدم خانواده ما بزرگ نبود. من همیشه تامارزوی این بودم که یه نفر از در وارد بشه، بهش بگم عمو. بخاطر این هر کی میومد خونمون به خانم‌ها میگفتم خاله، به آقاها میگفتم عمو جان، عمو. الان هم همینجوره. خیلی دوست دارم که با مردم نسبت داشته باشم، در همین حد عموم. حالا که دیگه خودم پیرمردم، ولی در هر صورت خیلی تنهایی موثق، تنهایی عظیمی داشتیم ما. و به خصوص وقتی مهمون می اومد دیگه بزرگترین ضیافت بود دیگه بهشت ما بود، به خاطر اینکه مادرم خوراکی‌های خوشمزه رو قایم می‌کردن برای وقتی مهمون می اومد. وقتی مهمون می اومد ما میدونستیم که این خوراکی‌های خوشمزه از تو گنجه در میاد و آره. اما من خواهرم که وقتی اسمشو میارم گریم میگیره، همینطور برادرم برای من یه پدر کوچیک بوده، یعنی همیشه نایب پدرم بوده، همیشه در حق من پدری کرده، همونطور که خواهرم در حق من مادری کرده. من یادم بچه بودم خواهرم تمرین خیاطی میکرد، با از این پلاستیک ها هست، برای من لباس میدوخت، من میفرستاد سر کوچه که کارشو ببینن دیگه، این مدلش. من خجالت میکشیدم که با اینا همه چی پیدا بود دیگه، زجاجه بود، به قول خارجی ترانسپرانت بود. ولی خب خیلی من تحت تاثیر خواهرم و برادرم هستم، برای اینکه بگم من یه ریزه جوانمردی رو از برادرم یاد گرفتم و مثلا گفتم دروغ نگفتن رو که الان سالهاست دروغ نمیگم رو از خواهر عزیزم یاد گرفتم. آره دیگه، من اصلا هم دوست دارم دلبری بکنم، دوست دارم جهان رو از سمت نرمش دست بکشم، آدم ملینی باشم. حالا یه وقت هم دیگه تبدیل به خلبازی میشه دیگه، مثلا چه میدونم دیگه. آره دیگه نمیشه دیگه، نمیتونم بگم دیگه. دوست دارم دیگه جهان رو، دوست دارم از طرف نرمش بهش دست بکشم، چون اصلا فکر میکنم که این جهان ناز و دلبریه. چون فکر میکنم اصلا همه دارن همو در آغوش گرفتن، همه به هم تکیه دادن، همه اون از ما، اگه این ماه نباشه پدر ما در میاد، اگه اون خورشید نباشه، همه دور هم دارن میگردن، همه دارن قربون صدقه هم میرن، همو در آغوش گرفتن. واسه همینم من از بچگیم تهران دوست داشتم، تهران دائم بغل میکردم. البته ماشاءالله الان تهران اینقدر بزرگ شده بزنم به تخته که دیگه تو بغل من جا نمیگیره، ولی من خیلی دوست دارم آدم‌ها رو بغل کنم، خیلی دوست دارم به آدم‌ها خدمت کنم، مثلا کفشاشون رو جلو پاشون جفت کنم، خیلی دوست دارم حال آدم‌ها رو خوب بکنم دیگه، اینجوری دیگه. البته نمیخوام وزیر بشم نه نماینده مجلس، خدا رو شکر، ولی خب دوست دارم که کفش هموطنامو جلو پاشون جفت کنم. بعد اون وقت لباساشو من رفتم از استاد مهرتاش گرفتم، اسماعیل مهرتاش، توی یه تئاتری. چرا اینو میگم؟ چون من اونجا که میرفتم استاد مهرتاش کلاس آواز داشت، آقای استاد شجریان با آقای مرحوم استاد اصغر زنده وکیل که صدای مردی بود که صدای چپخون داشت، مثل این که تو زلزله کشته شد آقای بسطامی عزیزم، چپخون بود، صداش زیر بود، اینجوری بود. بعد یه سرهنگی هم بود، سرهنگ زمان صلح، کوچولو بود، نمیدونم چجوری سرهنگ شد، ولی با لباس سیویل. بعد ضرب میزد با استاد مهرتاش و میخوندم. من اینقدر با اونا زلفگره زدم که یه مشقشون، حالا نمیدونم آقای استاد شجریان یادش بیاد یا نه، یه بیات اصفهان بود که از خرابی من اینو هنوز یادمه، از خرابی میگذشتم منزلم آمد به یاد، شاخه های سر به هم آورده دیدم، آخ
دلم آمد بیاد. اینو تو بیات اصفهان میخون عاشورا، یعنی قش میادم حالی با حالی میشد. آقای مهرتاش اون وقت مهرتاش یه چیز اجرا کرده بود، یه رستم و سهراب یا همچین چیزی. من یه چیز تغزلی بود، خب منتها چون ما پول نداشتیم، اونم تازه رئیس دبیرستان خانم دکتر پزشکی نامه نوشته بود با هم ذوالفقار دادن، او اطمینان کرده بود یه تئاتری بود که مثلا آقای آقاسی خدا بیامرز اونجا میخوند و من آقای آقاسی رو اونجا میدیدم اینا. بعد آقای مهرتاش لباسا رو به من داد، ولی لباسا همه مال خسرو شیرین بود. ببین حالا من چجوری اینو تبدیلش کردم به برای یه نمایش چیز که فرهاد بپوشه. فرهاد هم که میدونین آرتیست بوده، یعنی این آقای فرهاد توی چین چیز میخونده، مثلا دانشکده هنرهای زیبای چین معماری میخونده و گرافیک میخونده. یه همکلاسی داشته شاپور که این از محارم و نزدیکان شاه ساسانی خسرو بوده، شاه تقریبا آخر ساسانی. بعد این میاد پچ میکنه، شاپور میگه که آقا من یه رفیقی داشتم همکلاسیم مال بچه کرمانشاه اونوراز، این تو چین با هم دوره بودیم، همکلاسی بودیم، یه دانشکده. این میتونه کوه رو چیز کنه که یه آبراهی درست کنه. که شیرین دلبری میکنه میگه که تو اگه میخوای من چیز بکنم، آره اونجا من هر روز عادت دارم که وان شیر بگیرم، ولی تا اینا رو شیرا رو اونجا بدوشم بالای کوه بیارن اینجا فاسد میشه دیگه. تو یه راهی درست بکن، یه کانالی بکش، لوله کشی کن که شیرا رو همونجا بدوشن، اینا شیرا قل بخورن یا جاری بشن بیان تو وان که من اینجا حالم خوب باشه مثلا فلان. اونم میگه باشه و این حرفا و بقیه قضايا. من خسرو شیرین رو درست کردم، بعد یه نمایشنامه گلاب بروتون سیاسی نوشتم، توصیه که همون آموزشی، و دیگه رسما کارگردان محترمی شدم در تئاتر، تا اینکه یه تئاتری درست کردم از دوست نازنینم نمایشنامه‌نویس توانای معاصر استاد پرویز بشردوست، خدا نگهدارش باشه، به اسم باغ آرزوها، که اون خیلی آهان داره، که ما شاید میگن نخستین نمایش خیابانی باشه. تو موزه تو آبانبار سیروس درست کردیم، آمفی‌تئاتر. و هیچ وقت یادم نمیره عبدالله اسکندری جوانمرد با وجودی که اون موقع پول میگرفت و فیلم گوزنها رو گریم میکرد با آقای کیمیایی، آقای وثوقی اینا، ولی بدو با وسایل میومد تئاتر من، چون ما 2 نفر، من بازی میکردم و نویسنده آقای بشردوست روسن، ولی یه تعداد زیادی طراحی کرده بودم، من خیلی آبزورد و ایناش کرده بودم. تئاتر آبزورد نبود نمایش، من آبزورد اجراش کردم. لای جمعیت مثلا آقای جهانگیر الماسی یکی از اون بازیگرا بود که قش میکرد جوری که ما هر شب یه پزشک داشتیم معاینه میکرد، نمیدونستیم تئاتر، فکر میکرد تماشاچیه و میگفت که ایشون باید الان منتقل بشه بیمارستان. بعد مثلا دستیار من میگه آقا بی برو کنار آقای دکتر، ایشون بازیگر این بخشی از نمایش و این حرفاست. اون نمایشنامه رو یادمه که سرکار خانم لاله تقیان، منتقد درجه 1، همسر جناب آقای دکتر جلال ستاری که خیلی به گردن تئاتر ما خانم تقیان حق دارن، خیلی به نقد خوبی نوشتن و شاید به عنوان یکی از تئاترهای اوانگارد خوب اون سال شاید به خاطر آقای بشردوست و نوشته زیباشون مطرح شد. اون اولین کاری بود که من چیز دیگه تئاترم خصوصی شد، یعنی کار خودم رو میکردم، چون بعد از اون یک نمایش راه سوم استاد عباس جوانمرد رو گول زدم و اون نمایش رو درست کردم که دیگه اون فتنه ها به پا شد. این سقاخونه خصوصی منه، یه تو خونه‌ای که تو روستام دارم یه سقاخونه خصوصی دارم، گفتم اگر که حاجتی دارین مراد میده سقاخونه من. خیلی خوبه هر کسی یه سقاخونه خصوصی داشته باشه. عرض کنم به حضورتون که بله یه بار دیگه راجع به راه سوم، من بعد از باغ آرزوها در کارگاه نمایش که به نظرم یک نظام اکسپریمنتال،
یک نظام تجربی در اون حاکم بود که به ضرس قاطع آثار حاقی بر تئاتر سرزمینمون داشته. دست کم در تئاتر نوین ایران آثار عمیقی داشته. کارگاه نمایشه وابسته به تلویزیون، البته مستقل بود. در کارگاه نمایش آقای صفاری، آقای عباس نلبندیان مدیریت میکنه، نمایشنامه‌نویس درجه یکمون. به ویژه که خیلی نقطه عطفیه. به نظر من تاریخ تئاتر نوین ایران نقطه عطفش کار مشترک. یه دفعه هم یه مجله قدیم بود، نمیدونم چی هنرهای مرتضوی بود، آقای گلمکانی توش مینوشت اینا. من یه گفتگویی کردم اونجا، عرض کردم که خیلی سال پیش، شاید مثلا 40 سال پیش، گفتم که نقطه عطف تئاتر نوین ایران کار مشترک اومدن داوود رشیدی از فرانسه است، کار تئاتری که تو ایران میکنه، و کار مشترک آربی اوانسیان و عباس نلبندیانه. عباس نلبندیان یک نمایشنامه نویسی با جهانبینی منحصر به فرد، یعنی سبک منحصر به فرد، حتی کتابت منحصر به فرد. میدونین عباس همون کسی بود که صندلی رو با سین مینوشت. حالا ایناش شکلیه، اما ماهوی عباس اسطوره های ایرانی رو وارد نمایش مدرن کرد و آربی اوانسیان با فهم عمیقش و سواد عظیمش کارهای کارستانی با هم کردن. من در کارگاه نمایش، اون موقع من کارگردان تلویزیون بودم، در کارگاه نمایش یک پیسی رو، یک نمایشنامه داشتم. عبید فرمون کولی پسر را پند همی داد که جان پدر رو بندبازی بیاموز و سگ تعلم کن. از باب تفعول، یعنی یاد بگیر. رو بندبازی بیاموز و سگ تعلم کن، وگرنه به خدا و رسولش سوگند که تو را به مدرسه فرستم تا درس بخوانی و همیشه بیچاره بمانی. من این نمایشنامه رو با تعداد زیادی، ببخشید من زانوم درد میکنه، پامو دراز، به هنرپیشه کار میکردم، ولی همیشه این نمیره. هرچی من این نمایشو تو میزانسن هول میدادم جلو نمیرفت. اون موقع من دانشجو هم بودم. یه روزی از دانشکده، از اداره اومدم، رفتم دانشکده، کلاسم که تموم شد اومدم، یه کافه نادری بود نزدیک کارگاه نمایش. گفتم برم اونجا یکم الواتی کنم، یه چایی بخورم، روزنامه‌ای بخونم، بعد برم سر تمرینم که بچه‌ها میان. من تو ساختمون 2 کارگاه نمایش کار میکنم، تو همون کوچه تنگه. بعد همین که عازم چای شدم توی کافه نادری، فکر میکردم چرا این نمایش 1.5 سال جلو نمیره. خیلی وقت بود برای من که تو اون سن جوانی اینا پرد. فکر کردم من این نمایشنامه فقط 3 دقیقه‌شه که دراماتایزه، به نظر من ارزش مطرح کردنش با مخاطب داره. ناگهان یه فکر شیطانی به ذهنم رسید و گفتم من اینو در 3 دقیقه اجرا میکنم. حالا شما فکر کنید من استادی دارم، مرحوم آقای دکتر مهدی فروغ، که ایشون میگه نمایش مثل آواز بز نیایش بوده، تماشاگران زائران بودن و مثلا 12 ساعت 14 ساعت یه شبانه روز اجرا میشده. یعنی تو مقدمه ترجمه استرینبرگ، نمیدونم کدوم کتابش، درخت کدوم پدر استرینبرگ، آقای دکتر فروغ با وکابیلری خودشون نوشتن که الان شنیده میشود تئاترایی درست میکنن 2 ساعت. یعنی خیلی اوضاع خرابه، بس خراب 2 ساعت شده. حالا من تئاتر 3 دقیقه درست میکنم. یه دفعه مثل که آقای منفردزاده بود که بود سر کلاس، برگشت به دکتر فروغ گفتش که استاد اجازه اینا یه تئاتر درست کردن 3 دقیقه. دکتر فروغ وقتی خیلی ببین چیزو میذاشت جلوش، مثلا کی بگم، مثلا شکسپیر، نه مثلا بیشتر این نمایشنامه نویسای یونانی رو، خب الیاد اودیسه رو کی نوشته؟ مثلا هومر. متن قطع وزیری
فرانسه با اون وکابولری کمپلیکه میذاش، انگلیسی، بعد به ما جزوه فارسی میگفت. عینهو ابوالفضل بیهقی داره جزوه میگه، عینهو که سعدی داره جزوه میگه. زبان قندریز پالایش شده درجه. بعد ایشون وقتی عصبانی میشد میخندید. وقتی نمیدونم کی بود، آقای اسفند منفردزاده بود کی بود، گفت استاد اجازه اینا یه تئاتر گذاشتن 3 دقیقه به منو گفت. دکتر فروغ یادم یه نگاهی کرد خندید گفت اکنون هنگام مزاح نیست، بریم سر کار خودمون بریم. یعنی اصلا حاضر نبود شوخیشو بپذیره. من این نمایشنامه رفتم بعد از اون کافه نادری رفتم کارگاه نمایش. خیلی سخت بود به کسانی که عاشقانه 1.5 سال کار کردن بگین نمیخوامتون. گفتم واقعیتش اینه که من فقط یه آقای 70 ساله‌ای بود اون موقع، خودم اصلا شاید 20 سالم بود، گفتم من آقای تکاور رو میخوام، بقیه اگه هستین یا علی بیاین به من کمک بکنیم، ولی من بازیگر فقط ایشونو میخوام. ما از عراق رفتیم دیگه. من تا خیلی سالا با مادرم تنها زندگی میکردم، برادرم رفت یه جا پانسیون کشاورزی میخون. من یه دوره زندگی شاید واسه اولین بار دارم میگم و نمیدونم چرا دهن لقی میکنم میگم، من خیلی تنها بودم، کرج زندگی میکردم، دبیرستان میرفتم، خیلی تنها، مثلا بی پول بودم و احترامی نداشتم و اینها. با یه سری جوون یه ریز از خودم بزرگتر ولی خیلی اندیشمند آشنا شدم که خیلی من از حرفاشون لذت می‌بردم و خیلی نگران من بودن، مثلا کجا بودی، چطوری، مثلا چی اینا. بعد اینا میرفتن یه سازمانی، بعد منم باهاشون رفتم اونجا، چای بیسکویت بهمون بعد از ظهر میدادن و من خیلی دوست داشتم، خیلی چای بیسکویت خوشمزه بود. بعد فهمیدم اونجا سازمان جوانان حزب توده است. بعد خیلی به من رفیق میگفتن و من خیلی احساس چیز میکردم، خیلی مثلا خوشم میومد، مثلا احساس میکردم سری تو سرا در آوردم و تبختری و حرفای گنده گنده میزدیم، حرفای کرکگار، هایدگر، هایزنبرگ، مارکس، از این حرفا. بعد خیلی حرفا و مشرب خوبی بود. حتی یه دفعه یادمه که من ورزش نمی‌کردم اما یه تیم والیبالی اول شده بود، بعد یه عکاسی که بعداً هم الهی بگرم اعدامش کردن چون که زنشو خیلی دوست داشت با بچه‌شو، ولی اونا رو کشت، انداخت تو سد کرج، بعدم گرفتنش و پدرشو در بردن. اینا اسمش فکر می‌کنم شاغلان بود. یه روز گفتن تو هم بیا، بارونی یکی دادن تن من کردم، ولی فکر می‌کنم بارونی درو بود. من کنار یه تیمی وایسادم عکس گرفتم، بعد دیدم توی همون ارگان حزب چاپ کردن، شاید اون عکس رو داشته باشم، یعنی تو روزنامه داشتم، بعد دیدم نوشتن که اسم من نوشتن به عنوان مدیر تیم، یه چیز الکی فقط برای اینکه عکس من تو روزنامهشون چاپ بکنن. من از این چیز خیلی خوشم اومد. بعد مجبور شدم که خیلی کتابای جلد سفید بخونم. آره دیگه، خیلی انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه و از این حرفا دیگه اون دوره‌ای بود که از این حرفا. بعد اما از یک طرفی پدر من به من گفته بودن که ازت راضی نیستم اگر که کتابی بخونی که اولش به نام خدا نباشه. بعد منم توی یک چیزی گیر کرده بودم، نمی‌دونستم چی کار بکنم. این بود که یک کلکی زدم من و اینم جزو یکی از دروغای زندگیمه، این بود که می اومدم خودم کتاب سفیدا رو میگرفتم، اولش می نوشتم به نام خدا، بعدم میخوندم دیگه، ولی وجدانم همیشه ناراحت بود. این باعث شد که من برم علوم سیاسی بخونم. یعنی یه دفعه دانشگاه تهران قبول شدم، دانشگاه هنرهای زیبا، هم شاگرد چندم شدم، ولی امکانات مالی نداشتم برم. ولی بعداً رفتم علوم سیاسی امور حزبی خوندم. بعد یه استادی داشتیم که رئیس گوشت تهران ایران بود، چی بود، من یه سوال از نظر او ابلهانه‌ای پرسیدم و بعد من اخراج کردن از اونجا و فرستادن سربازی و من رفتم سربازی و دیگه از اونم الحمدلله معالجه شدم دیگه. اون داستان
سازمان جوانان حزب توده و اینا، یه خدا رو شکر اونم تموم شد و اینها. بعد از چی پرسیدین شما؟ چی بود؟ از تئاتر چه کار کردن؟ من میترسم حرف بزنم به قول عمران صلاحی عزیزم کوچیکش بکنم، ولی من کیم که بگم؟ من از دانش عظیم اخوان هیچ بهره‌ای نتونستم ببرم، اما از رفتار او خیلی آموختم. اینقدر چیزای بامزه تو ذهنمه که خیلی دلم میخواد راجعش حرف بزنیم. مثلا یه دفعه من با ماشین میبردم برسونیمش، یه مهمونی تلویزیون بودیم، خیلی بامزه بود. البته خیلیاش رسانه‌ای نیست، من نمیتونم بگم چون حرفای بی‌تربیتیه. بعدن آقای اخوان، من خجالت میشم ماشینم شیکه، ولی اخوان اینقدر بزرگ بود که وقتی سوار شد گفت چه ماشین خوبیه و مثلا خجالت، من با شرم گلبه‌ای خجالت میکشیدم که مثلا ماشینم شیکه. یه نفر به من داده بود اون ماشین و اینا. در صورت حالا به هر روی بعد که میبردم برسونمش گفت محمد جان بیا بچه‌های من میخوان تو رو ببینن. یکیش همون دختر خانمی که زن یکی از همکارای ما شد و بعد رفت تو دریا غرق شد که کمر اخوان رو شکست. بعد که میرفتیم طرف خونش، این خیابونی که حالا اسمش جمهوری اونجا خاطرم هست، آقای اخوان گفت محمد جان این خونه ما بود، از مشهد اومدیم. خیلی چیزای بامزه بر من تعریف کرد. گفت اولین باری که من شعر نوشتم دادم روزنامه، مثلا گفتم فلان روزنامه در میاد، من رفتم تو مشهد بودیم همینجوری جلوی بازی روزنامه فروش بازی قدم میزدم تا اون روزنامه در بیاد. بعد که روزنامه در اومد رفتم تمام روزنامه ها رو خریدم بردم خونمون. بعد که همه رو خریدم بردم خونمون از ذوقم با خودم گفتم مهدی عجب کار عجیبی کردی. حالا من عبارت ایشون نقل به مضمون میکنم. عجب کاری، حالا کسی نیست تو مشهد بفهمه تو شاعری، بنابراین روم نمیشد که برم اونا رو پس بدم. بعد گفت این خونه ما یه چیزی داریم، باجناقی داریم، یه عبارتی هم گفت که حالا یادم نیست راجع به باجناق، همزلفی داریم، که این یه دفعه اومد گفت این خونه چیه؟ یه خونه بفروشین شیک یه جایی مثلا فلان بالای شهر اینا. ما گفتیم باشه، حرفشو گوش کردیم. خونه رو خودش فروخت و یه پول زیادی داد و من گذاشتم زیر نالی اونجا که کار میکنم. بعد گفت نالی میدونی چیه؟ گفتم آره. گفت همون تشک پوله. گفت زنم اومد گفتش که مهدی میخوایم بریم چشم روشنی اخترخانه پول بده. گفتم بیا. گفت مهدی جارو برقی اومده من کمرم خورد شد پول بده فرا. مهدی کفش میخواد بچه، من دست میکردم زیر نالی میدادم. محمد جان یه مدتی گذشت، زنه گفتم چی میخوای؟ من هر چی دست کردم زیر نالی دیدم نه پوله هست، الانم باید خونه رو چیز کنیم، خالی کنیم. خیلی بزرگ بود. من از او خیلی چیزا یاد گرفتم. وقتی راجعش حرف میزنم دلم یک انار ترک خورده است. هم رضا اشتری هم مسعود دوستم از دلم رد میشن. گاهی ویار میکنم، واقعا ویار میکنم اونا رو ببینم، دوستای کودکیمو، ولی هیچ خبری ندارم. احساس میکنم دوستامو باد برده. از خیلی ها خبر ندارم، از اونا بیشتر خبر ندارم. نمیدونم کجاست واقعا. چند دفعه استاد مهدوی عراق من گفتش که دوستم آقای اشتری، گفتم اسمش رضا نیست؟ گفت نه، من میخواستم، خیلی دارم میخواست یه جوری بشه پیداش کنم، باشه یه الواتی مثلا یه زلفی گره بزنیم و پریشون بازی بکنیم. عروسی خواهرش اصلا من آدمی نبودم که عروسی خواهرش برم، به خاطر اینکه فکر میکنم یه بارقه های علاقه، چون اون موقع میدونیم ما خانواده‌مون خیلی بسته بود، اصلا ما دختر نمیدیدیم، اگرم یکی میدیدیم حتی یه عکس هم میدیدیم بلافاصله عاشق میشدیم. این که قحطی عشق بود اون موقع، یعنی خیلی در مضیقه بودیم، بنابراین من هر کی میدیدم تاختی عاشقش میشدم. هنوزم هم اینجوره البته، منتها منظورم عشق حلاله، چون من الان 30 و چند ساله که ازدواج کردم و عاشق همسرم هستم. منظورم اینه که آره اینجوری دهن لقی دارم میکنم.
بله من 2 تا فیلم، یه بار باران تهران کلینیک بستری بود، آقای کیمیایی لطف کردن اومدن ملاقاتش، من بیمارستان بودم، آقای کیمیایی گفتن که آقای مهرجویی پیغام داده که یه فیلم میسازن اجاره نشین ها بازی کنه، که من نمیدونم چرا، شاید چون بچم مریض بود بازی نکردم، ولی بله این دومین اقبال من بود که من فیلم هامونم باشم، ولی دیگه سعادت نداشتم. ولی هم اجاره نشین های آقای مهرجویی رو تحسین میکنم، واقعا من قش کردم، فیلم فوق العاده است، همه یکان بازیگرانش از عزیزان نزدیک من هستن، به ویژه استاد خسرو شکیبایی که دیگه یک عیاره توی بازی سینما، من خاک پاشم نمیشم، همیشه درجه 1 خسرو، بی‌نظیر خسرو. من به نظر من یه جایی هم شاید گفتم که خسرو برپرید، خسرو همش دل بود، چیز غریبیه واقعا. به چه درد میخوره آدم زنده باشه همینجور همه دوستاش رفته باشن، نمیدونم. آره خلاصه همون فیلم خوبیه. خانم بیتا فرعی نازنین، هنرپیشه توانا، دوست عزیزم، خانم هنرمند با معرفت، خانم بیتا فرعی بازی میکنم، به چه قشنگی، همه عالی، همه خوب. من خیلی سعادت ها رو از دست دادم توی این فهرست طولانی فیلم هایی که توی این سالها به من پیشنهاد شده بازی کنم. یک چند تا فیلمه که خیلی بعداً پشیمانم و قصه میخورم که چرا بازی نکردم. چند تا فیلمه که حالا مایل نیستم اسم ببرم، چون وقت دوستان میگن پس مثلا قصه نمیخوری فیلم من بازی نکرد. اما یه فیلمم برای 35 ولی کوتاه که هرگز ندیدم، برای علی مصطفی عزیزمون و خانم لیلا حاتمی جان بازی کردم با بازیگر توانای روزگار ما سرکار خانم هدیه تهرانی. اون فیلمم آقای پایور فیلم بردارش بودن، آقای پایور عزیزم، محمد رضا هم، آقای شریفی نیا هم یک کوچولو اونجا البته همه کار است محمد رضا، ولی محمد رضا هم یک کوچولو اونجا بازی داره از چیز من یه کار دیگه هم با محمد رضا، یه سریالی آقای صفدری درست میکرد به اسم بازیگر، مثل فکر میکنم با محمد رضا اونجا هم یه ریزه با آقای رضا عطاران و نمیدونم. آخه حالا یادم اومد با اون دوست نازنینم خواننده ناتمام آقای ناصر عبداللهی هم تو اون، با عمو ناصر هم، با ناصر چشم‌آذر هم تو اون سریال عجیب غریب با هم چیز کردیم. رضا صفدری هم خودش ناتمامه. آره اینه دیگه. به قول احمد رضا احمدی یه دفعه قرار بذاریم بشینیم آه بکشیم. تموم شد؟ تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی، در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.